امام ابوالفرج ابن الجوزی رحمت الله علیه گفتند که واعلم ان فی ذکر السیر و التاریخ فواید کثیره. بدان که در ذکر ترجمه حال علما و تاریخ ها فایده های بسیار هست. من اهمها ان یطلع بذلك على عجائب الامور و تقلبات الزمان. از مهمترین فایده های تاریخ و ترجمه حال علما این است که انسان از کارهای عجایب با خبر میشه و از چرخ زمانه ها. یا میبینید که آدم وزیر بود، یا آدم دیگر محافظ، یا یکی پاسبانی دری وزیر بود، ببینید که او وزیر میشد و این یا آدمی عادی میشه. تقلبات زمان و تصاریف القدر، این چون تقدیر، کارهای تقدیر میبینی و تقدیر الله تعالی ایمان زیاد میشود. و سماع الاخبار، خبرها رو میشنوی. فالنفس تجد راحتا بسماع الاخبار. نفس ها به سبب شنیدن خبرها راحت میکن. یعنی همه وقت درس اگر مشکلی کند، گاه طالبی میتواند از اخبار علما، ترجمه حال آنها با خبر شد که این هم همت ها را زیاد میگرداند و هم راحتی نفس است. در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ذکر کردید.